یک دونه گراز هست اینجا که متاسفانه شکارش کردن و توله هاشم که الان شما مشاهده میکنین الان اونجا هستن. توله هاشون هم دور همین جسد این گراز 4 تا درست علی آقا 4 تا توله داره. برش خورده ظاهرا. درست علی آقا این زخمی بوده که رسونده خودشو تا اینجا احتمالش هست. این هم علفایی هست که بچه هاشو نگاه کنین که متاسفانه یکی از همون هم خونیه. خیلی بچه هاش کوچیک و شیرخوار هستن. توله داشته. نه توله هاش هست.